خب دوستان عزیز، محصول بعدی و یا براندای بعدی که ما برای شما پیشنهاد میکنیم و برای معرفی براندای 180 گرمی هسته. این براندا برای قسمت دامداری گاوداری بیشتر استفاده میشه، به خاطری که زمانی که او کاه و یونجا و نمیدونم غذای گاو و گوسفندشون تامین میکنن و به خاطری که بیتونن از بارندگی و از نم و رطوبت دور نگه دارن، از این نوع براندا استفاده میشه. روی تو کاها را میکشن تا که بیتونن در مدت زمان زیادی از او غذای حیواناتشان محافظت کنن و یواش یواش به خود حیواناتشان بدن. دوستان عزیز، براندای بعدی موشه شفاف براندا. همونجور که میبینید مثل یک جام شیشه ممانه، ولی خوبیش یکی پا میخوره، یعنی حالت میگیره. از این نوع برانداها معمولا میشه گفت برای رومیزی ها استفاده میکنن، ولی تو عرصه چادردوزی ما از این معاظمه از این محصول برای کشیدن برانده ها جلوی بالکن ها زمانهایی که مثلا خیلی بارندگی هسته، هوا سرد هسته، یک حالت محافظ از طرف بیرون ایجاد میشه. کنار این شفاف براندا ما از پلی‌استر استفاده میکنیم تا بتونیم مثلا حالت کیفیت و مستحکم بودن این براندا را حفظ کنیم. و دوستان عزیز، محصول بعدی و یا براندای بعدی که ما میخوایم برایشون معرفی کنیم پلی‌استر هسته. پلی‌استر تقریبا 600 گرمی و ببخشید 650 گرمی به خاطر چادرهای زنبوردارا، به خاطر چادرهای کامیوندارا، چادرهای تریلی دارا این محصول خیلی مفید است و قابل استفاده است. از لحاظ استحکام محکم، اصلا آب نفوذ نمیکنه و خیلی. آفتاب چطوره؟ در مقابل چون شهر از ما آفتاب خیلی در مقابل آفتاب پیشنهاد میکنیم که رنگ کرمی و یا رنگ سفید استفاده شود، ولی خب رنگ‌های دیگه هم میشه استفاده کرد. به دلیل تیره بودن رنگ خب مسلما آفتاب هرچی بیشتر بخوره به مرور زمان این براندا او خاصیت کیفیت خود از دست میده و خیلی زودتر از بین میره. براندهای بعدی که ما برای شما در نظر گرفتیم برای معرفی پلی‌استر هست، 2 مرتبه و از نوع 450 گرمیشی هسته و همونجور که میبینید با رنگ‌های مختلف شما میتونید انتخاب کنید. معمولاً به خاطر نرده‌های جلوی بالکن استفاده میشه توی ترکیه، ولی خب کارایی دیگه هم داره. خب میتونم باهاش چادر کمپایی بزنم که سبکتر در بیایه. بستگی به درخواست مشتری در حال این براندا استفاده میشه. خب یک نمونه نشون بده. یک نمونه با عرض 140 سانتی. براندای بعدی که من برای شما به معرفی میگیرم براندای از نوع جنس پنبه‌ای هستن، نخ پنبه‌ای. خیلی برای چادرهای زنبوردارا و همینطور برای چادرهایی که بیشتر توی آفتاب و چیز استفاده میشه از این نوع جنس ما پیشنهاد میکنیم. چرا که زمانی که جاهایی که هوا گرم است معمولا به راحتی گرما رو پایین نمیده و
داخل و چادر خنک میمونه و بیشتر ما این چادر را پیشنهاد میکنیم. روشن کنیم. دوستان عزیز، برندهای بعدی که ما برای شما میخوایم معرفی کنیم از نوع بیز و یا پارچه های نخی هست. همونجور که میبینید در رنگ های مختلف و معمولا این پارچه ها برای روکش چتری ها استفاده میشن. اینا خب هر جور که باشه هنگام بارندگی زیر باران مسلما تر میشه و آب نفوذ میکنه از بالا. خب زیر اگه کسی به عنوان مثلا چتر توی باغچه بخواد استفاده کنه گزینه خوبی نیست، ولی خب بیشتر برای کسایی که میوه فروش هسته پیشنهاد میشه. ولی باز هم با وجود خیلی از مشتریا انتخاب این بزار ازشان صرف نظر نمیکنن، انتخاب میکنن این نوع پارچه های نخی را و یکی از دلایلش اینه که هنگامی که تو روزهای آفتابی از این چتری ها استفاده میکنن با این نوع روکش و پارچه های نخی، دلیلش اینه که گرما و چیز حرارت از بالا به راحتی در پایین نمیده. و از پارچه بعدی که ما برای شما در نظر گرفتیم پارچه های چتری هست از نوعی که آب به راحتی تر نمیکنه به اون طرف و ضد آب هستن و این هم معمولا خب برای اشخاصی که کافه دار هستن، رستوران دارن، جلوی مغازه‌شان میخوان یک چتری باز کنن، یه صندلی بذارن و او شمسه برای مشتریانشان یک سایبان باشه، این نوع پارچه رو ما برایشان پیشنهاد میکنیم و خیلی پارچه‌های با کیفیتی هسته و به راحتی آب تر نمیکنه در روزهای بارندگی و خیلی هم سبک هسته. بیا نزدیک بیا. خب دوستان عزیز، ما تو کار و حرفه چادر دوزی انواع و اقسام سفارش ها را داریم. برای مثال برای جلوی مغازه ها پرده هایی که با دو تا بازو کار میکنن و جلویشان یک سالامه یا ساچاک که وجود داره. روی از او ساچاک ما میتونیم تکس بنویسیم، فرمایش و یا اسم از او مکان بنویسیم. مکینه هایی که شما در اینجی میبینید مثلا کاتر، شما میتونیم قالب اون نوشته رو در بیاریم و روی کار بزنیم. یک نمونه رو من برای شما گرفته بیار. یکی از نمونه ها رو که من برای شما میتونم نشان بدم، یکی ما روی از این پارچه الان نوشته زدیم همونجور که میبینید. الان وقتی ما قالب در بیاریم این نوشته به طور کامل روی از این پارچه واضح دیده میشه و ما این نوشته را با رنگ‌های مختلف متناسب با درخواست مشتری انجام میدیم و غیر از این کارهای دیگه هم هسته. خب در حال بسته به سفارش مشتری کارها رو انجام میدیم. برای مثال ما اینجا یک نمونه آماده داریم، همینجور که شما هم میبینید. این کار ما زدیم و روی پایه ستان نصب کردیم که هنگام باز شدن این ستان
تقریبا ستاند 3x3 3 متر در 3 متر در میآید و با 2 متر ارتفاع میتونه که خیلی گزینه خوبی برای خانواده باشن هنگام پیکنیک رفتن و چیز. میتونه این نوشته ها رو نداشته باشه، به صورت ساده و یک روکش نرمال تسلیم مشتری کنیم و مشتری بتونه که از این ستاند استفاده کنه. پارچه بعدی این پارچه فیله هسته، همونجور که دوستان عزیز میبینید این پارچه 95% حالت فشرده بافت داره و معمولا برای کنارهای هوبی گاردن ها، باغچه های سرگرمی استفاده میشه و خیلی وقتا هم برای سایبان های روی سر استفاده میشه. پارچه بعدی که من برای شما میخوام معرفی کنم حالت پیلسا میگن در زبان ترکی و این محصول این براندایی که شما میبینید از خارج از ترکیه آمدن، ایتحال شده طرف داخل و از لحاظ کالیته کیفیت متوسطی داره و به درد هر نوع کاری مخوره. مثلا میتونید که با این مازمه جلوی بالکن ها، مثلا برانده هایی که میخوان استفاده شود از این مازمه هسته و یا ای که تریلی ها، کامیون ها و حتی میتونید بگیم که بعضی افراد توی پارک ها که مثلا میخوان بشینن از نم و رطوبت دور بمانن، از این نوع جنس ها میتونن استفاده کنن.